سلام سلام کمیسک الختام. به نام آنی که جان آفرید. آیا میدانی وقتی کاری بادیرو ببینی چی باید کرد؟ بعضی از برادران میپرسند وقتی که یک شناس ما، یک همخانه ما، یک یار و رفیق ما در نزد ما کاری بدی را انجام میدهد، ما چی باید کنیم؟ به این سوال از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب می آوریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگاه کسی از شما کاری بدی را دید، باید آن را به دست خویش تغییر دهد و اگر نتوانست باید به زبان خود آن را منع کند و اگر نتوانست باید به دل خود، و این ضعیفترین مرتبه ایمان است. روایت مسلم. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما میگویند وقتی که کاری بدی را دیدید، اگر قدرت دارید و حق دارید که با دست خود آن را منع کنید، آن را منع بکنید. یعنی پدر میتواند با دست منع کند وقتی که میبیند پسرش یک کاری ناشایسته انجام میدهد، و اگر قدرت ندارید و یا اینکه حقی با دست منع کردن ندارید، با زبان منع بکنید. یعنی امر به معروف کنید، یعنی با زبان نصیحت کنید که او از این کاری بد دست کشد، و اگر نتوانستید با زبان و یا که قدرت نداشتید، با دل خود آن کار را بد ببینید که این از ضعیفترین ایمان است. اینچنین در شرح این حدیث علما میگویند اگر شخص حق داشت که با دست منع کند و قدرت داشت ولکن با دست منع نکرد، و اینچنین شخصی که قدرت و حق داشت که با زبان منع کند ولکن منع نکرد، اینم از نشانه ضعیف بودن ایمان آنهاست. پس برادر و خواهر ایمانیم، پیشرفت این جامعه، اصلاح این جامعه در امر معروف و نهی از منکر است. پس تا می توانیم یار و برادران خود را برای راست، برای صراط المستقیم دعوت کنیم و از کاری بد و از گناه تا می توانیم آنها را باز بداریم، حتی اگر این با زبان هم باشد. ولیکن در وقت دعوت فراموش نکنید، دعوت باید با حکمت و موعظه حسنه باشد. یعنی دغلانه دعوت نکنید، دغلانه رفتار نکنید، با سخن نرم و سخن شایسته دعوت کنید، چون سخن نرم به قلبها داخل می شود و سخن دغل را هیچ کس قبول نمی کند. پس با امر معروف کردن و نهی از منکر کردن این جامعه خود را اصلاح بکنیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.